یه چیز خیلی بامزه براتون بگم. هیچ این اواخر ماشینای بنز و بی ام دبلیو و ماشین لوکس گران قیمت دیدید یا ندیدید تو شهر؟ چقدرم قشنگه. پشت کدوم اینا نوشته بد چشم بد لعنت؟ ها پشت کدوم نوشته؟ ولی پشت وانته قرازه نوشته بد چشم بد لعنت. از خودتون سوال نمی‌کنی؟ آخه تو قرازه چیه؟ چرا نمی‌نویسه؟ برای که فکر خودشه. خودش حسودی میکنه به اون یکی یه وانت نوتر گرفته. خودش اینطوری فکر میکنه. اون ثروتمنده همچین فکر نمیکنه که من بنز دارم بر چشم مبلغ چشمتون در بیاد. اصلا توی عالم نیست. داره فکر میکنه مثلا اینو بکن کارو میکنه اون کارو میکنه اینو میسازم اونو میذارم. طرز فکرتون رو عوض کنید. نه ترسید از چشم زخم. نه ترسید. برنامه بریزید و اقدام کنید.